دوستان سلام، حجت فضلی هستم و معتقدم با اسمارت ویو زندگی مدرن رو میتونید تجربه کنید. یکی از موارد مصرف شیشه‌های هوشمند میتونه تو آبدور ساختمان‌ها، تو نمای ساختمان‌ها و از بیرون میتونه باشه. مهمترین آیتم برای این کار اینه که نوع EVA که برای این کار استفاده میشه حتما باید آوتدور باشه، چون در مقابل اشعه آفتاب بتونه مقاوم باشه و در موقع گرما و سرما بتونه مقاومت خاصی رو داشته باشه. آیتم های دیگه میتونه تو استخر ها باشه. خب استخر هایی که میتونه تو سقف استخر وقتی توی محوطه های ویلایی که به صورت بالاش حالا استخر کار میشه، زیرش میتونه قابلیت اینو داشته باشه که شیشه ها نصب بشه، ولی در مقابل رطوبت نوع آببندی که انجام میشه میتونه کمک بکنه به اینکه این نوع شیشه ها در معرض خطر قرار نگیره و ایدئال باشه.